سلام، من مهدی پوریادگار هستم، گوینده و خبرنگار. حاصل 19 سال تلاشم رو در این کار میخوام در کانال مهاجران با شما به اشتراک بگذارم، با گفتگو و مصاحبه با ایرانی‌های موفق و شاید ناموفق که به آلمان مهاجرت کردند. دوتاشون هم تو برلین، دوتاشون هم همکار، دوتا خیلی جالبه. اینجا مثل یه بچه‌ای که مثلا منتظر باید میموندم مثلا شوهرم منو ببره فلان اداره، یا منتظر بمونم شوهرم اینجا زنگ بزنه، یا اصلا برای اینکه میخوام بیان آلمان مشکلشون اصلا همینه. ولی اون روز واقعا مثلا همون جلوی دانشگاه که اصلا نبود، نشستم اونجا گریه کردم. یه بار داشتم توی یه پاساژی راه میرفتم، دیدم که یه جا نوشته که ما مثلا به آرایشگر احتیاج داریم. من بیشتر متوجه میشدم، میخواستم حرف بزنم، برام خیلی سخت بود. از قیافت خوشم اومد، فکر کردم این دختر حتی اگه هیچ کاری بلد نباشه فقط اینجا وایس لبخند بزنه برای من کافیه. بردم سفارت و اولین بار رد شدم. چرا؟ او مای گاد. سلام بچه‌ها، خیلی خوشحالم که امروز همراه با شما هستم. دو تا خانم ایرانی موفق در این گوشه از شهر برلین، محله شارلاتنبورگ. شما خودتون رو معرفی بکنید برای دوستان من در یوتیوب و اینستاگرام. من شادی هستم و تقریبا 10 ساله که برلین زندگی میکنم. منم شادی هستم دوباره و 10 ساله که منم تقریبا تو برلین زندگی میکنم. چه جالب، دو تا شادی در یک قاب. شما چند سال مهاجرت کردین؟ اصلا چی شد که تصمیم به مهاجرت گرفتین؟ ازدواج کردم اومدم، شوهرم اینجا بود، بعد ما ازدواج کردیم و من یعنی با پیوست اومدم اینجا. بعد چالش‌های پیوست این وسط چی بود؟ خب اون موقع که من اومدم خیلی آسان‌تر بود، اینطوری وقت سفارت اینا اینطوری نبود. باید یه سری مدارک رو آماده می‌کردم، ترجمه می‌کردم، عقدنامه و اینا رو، شناسنامه رو، و یه مقدارم بعد آلمانی می‌خوندم. آهنگس بعد اون موقع داشتیم. بردم سفارت و اولین بار رد شدم. چرا؟ چون که نمیدونم، من یه مدرک رو باید تایید میکردم و نمیدونستم. بدون تایید مدرک رفتم تو، به من گفتن که تایید نشده، هیچی، منو فرستادن تا فکر کنم 2-3 ماه بعد تونستم دوباره وقت بگیرم که تقریبا 9 ماه طول کشید تا بتونم بیام. اون رد شدنه، اون 9 ماه صبر کردن مجدد چه حسی رو در تو ایجاد کرد؟ خیلی حس بدی بود، به خاطر اینکه من ندونسته یعنی رد شده بودم، چون در واقع خب الان من فکر میکنم اطلاع رسانی خیلی بیشتره، به خاطر اینستاگرام و اینترنت خیلی بیشتر مردم اطلاع دادن در این زمینه. من نمیدونستم، به من گفتن که باید بری تایید کنی بیای، و به من گفتم برو بیرون در تایید کن و بیا. من فکر کردم من برم بیرون تایید کنم دوباره بیام تو. رفتم بیرون و با خواهش التماس رفتم به اون باجه بغلی که تایید میکرد، تاییدم هم گرفتم اتفاقا، ولی اجازه ندادن دوباره من برگردم تو. و چون که یه بار مثل که وقت میگرفتی تا 1 ماه اینا و شماره پاسپورت بلوک میشد، نمیشد که وقت گرفت، بخاطر این مجبور شدم دوباره یکم صبر کنم دوباره. بعد همسرتون که اینور بودن چی شد؟ یکم سرزنش هم کرد. اوکی، خب نه ولی گذشت از شوخی دیگه. اتفاقی بود که پیش اومده بود دیگه کارش هم نمیشد کرد دیگه، باید یکم بیشتر صبر میکردیم دیگه. من از اردیبهشت 91 بود که با این سفارت و اینا درگیر شدم. من تقریبا آخره آذر بود، نوامبر بود که
بازم 7 ماه بیشتر طول نکشیده اینطور که میگه. بازم خیلی خوب بوده. خب شادی خانم شماره 2 شما بگین ببینم که چند سال مهاجرت کردین، اصلا چی شد که مهاجرت کردین، تصمیم گرفتین مهاجرت کنین؟ من سال 2013 اوایل سال 2013 همینجوری که گفتم تقریبا 10 سال حالا چند ماهی که اومدم. من دانشجویی اومدم، پذیرش گرفتم از اینجا و اومدم آلمان. همونطور که شادی گفت اون موقع خب کمتر اطلاعات بود، یعنی اینقدر که الان همه شرکت‌های هستن که پذیرش میگیرن اینا اینقدر نبود. ولی خب من اینجا دوست و آشنا داشتم که برام این کار انجام دادن و من تونستم بیام. به نظر من چالشش برای من اون موقع زبان بود، چون من باید یه مدرک B1 می داشتم که بتونم اصلا درخواست پذیرش کنم و من از شهر لاهیجان میام. خب شهر کوچیکه به نسبت و اصلا الان دیگه تو همون شهر خودمونم اینقدر معلم زبان آلمانی هست. اون موقع که من میخواستم بخونم هیچکی نبود. من رفتم رشت، اونجا مثلا 2 نفر بودن که مثلا درس میدادن. خیلی خودم خوندم، یعنی بیشتر برای من توی قسمت زبانش چالش داشت. توی گرفتن ویزا حالا برعکس شادی من اونجا شانس آوردم، یعنی همه چی رو تکمیل کردم اوکی شد. ولی خب زبان یه ذره سخت بود که بخوای یاد بگیری، بعد فقط باید بری تهران امتحان بدی، اونش که هنوزم هست. ولی اون موقع گرفتن مثلا وقت برای امتحان خیلی راحت‌تر بود. میخوام برم سر یه سوال سخت‌ترین روزای مهاجرت برای تو چه روزایی بود؟ روزای اول چون که خب من کلا همیشه دختر مستقلی بودم. تو ایران هم همیشه کار میکردم، همش بیرون از خونه بودم. کار چی بود؟ من یه مدت توی آرایشگاه مامانم کار میکردم، ولی اواخر توی شرکت عموم کار میکردم، کارهای حسابداری و این انجام دادم. یه آدم مستقلی بودم که همیشه بیرون از خونه بود. اصلا یه روز خونه میموندم سردرد میگرفت، اصلا خونه به من نمیساخت. بعد اومده بودم اینجا همش مجبور بودم تو خونه بمونم. بعد اومده بودم اول خب کلاس زبان که ثبت نام کردم بلافاصله نمیتونستم برم کلاس زبان، مثلا کلاس زبان از 1 ماه بعد شروع میشه. اون روزای اول خیلی برام سخت بود، نمیتونستم. بعد زمستونم بود، زمستون اینجا هم که میدونید چقدر سرد و دلگیر و تاریکه. زمستون بود، تنها بودم، جایی نمیتونستم برم، بلد نبودم حرف بزنم، ارتباط گرفتم برام خب خیلی سخت بود. اون روزای اول خیلی سخت گذشت، ولی خب گذشت. یه کم کم رفتم کلاس زبان و اینا، اونجا خب سرگرم میشدم، تقریبا نصف روز اونجا با بچه‌ها بودم. بعد دیگه کم کم دوست پیدا کردم، روابطم بیشتر شد، هی بهتر و بهتر. شما سخت‌ترین روزای زندگیتون چی بود و الان که برمیگردی بهش نگاه میکنی میگی عجب روزایی رو گذروندم؟ برعکس شادی بازم اوایلش اتفاقا جالب بود برای من. سخت فکر کنم بیشتر واسه این برای من سخت بود که چیزایی که تو ایران انجام دادی رو، یا مثلا درسایی که خوندی، کارایی که کردی رو خیلی اینجا قبول نمیکنن. یعنی من مدارکمو که دادم. چی خونده بودی تو ایران؟ من برق، ولی خب تموم نکرده بودم. یعنی من 6-7 ترم تا 6 ترم خونده بودم ولی تموم نکرده بودم. اینجا برای چه رشته اومده بودی؟ من اومده بودم می‌خواستم اینجا معماری بخونم. اوکی. خب بعدم مثلا هیچ کدوم اونا نشد، ولی اینکه خب تو از کالج شروع کنی، یه سری این چیزا بیشتر تو ذوقم می‌خورد که مثلا کارایی که اونجا کردی باید دوباره تکرار کنی از اول. یعنی فکر می‌کنم سختی برای من اونا بود یکم. ولی خب یه ذره چالش برانگیز دیگه. اگه کسی باشی که دوست داشته باشی، چالش داشته باشی، اونقدر اذیت نمیشی. دلتنگی یه سختیه که پایان نداره. چالش‌های تو چی بود اینجا؟ تو خیلی چی برای چالش برانگیز بود و باید با تلاش و کوشش و رنج و زحمت و اینا باید به دستش می آوردی؟ و خب فکر کنم بیشترمون اینطوری هستیم ما تو ایران. حالا شاید هم حالا اینطوری هم نباشه، شاید فکر میکنم مثلا من تو ایران واقعا مستقل بودم از همه نظر. بعد اینجا مثل یه بچه‌ای که مثلا منتظر باید میموندم مثلا شوهرم منو ببره فلان اداره، یا منتظر بمونم شوهرم اینجا زنگ بزنه، یا من منتظر باشم شوهرم بره بانک برای من باز کنه. همش وابسته بودم. این وابستگی اصلا واقعا اذیت کننده بود برای من. اون استقلالمو به کلی از دست داده بودم. یعنی واقعا مثل بچه 4 ساله شده بودم که اون خیلی اذیتم میکرد. ولی خب کم کم همه چی خوب شد. تو علاوه بر اون چیزی که گفتی چالش دیگه ای داشتی که بخوای ازش حرف بزنی؟ زبان دیگه. زبان یه چالش خودش بزرگه. و یه چیزی هم که من دوست دارم خیلی بگم، یعنی هر کسی از من میپرسه راجع به زبان، میگم من فکر می‌کنم زبان یه پروسه‌ای که داره، باید 1-2 سال اول یکم
فکر نکنید که نمیشه. هم فکر می‌کنن الان 6 ماه چرا من نمیتونم، 7 ماه. یعنی یه ذره وقت باید به خودتون بدین. شروع می‌کنید به خوندن، 1-2 سال اول سخته تا به اون درجه برسی که فکر کنی خب اوکی دیگه، نباید فکر کنی قبل از اینکه حرف بزنی، جمله‌تو نباید تو مغزت آماده کنی. تا یه 3-4 سال اول این روند رشد خودتو می‌بینی، تا 4 سال 5 سال. بعد دیگه انگار یه جایی میمونی. من همش اینجوری همش میگم دارم بهتر میشم. بعد یه جا میمونی، بعد دیگه دوباره باید بعد 5 سال تلاش کنی واسه اینکه خیلی بخواد بهتر شی. اگه نری تو کار و زندگی و اینا وقت بذاری بهتر میشه. یعنی به خاطر میگم اینا که جدید شروع میکنن نترسن. شما تا 4 سال 5 سال وقت داری که خودتو بهتر کنی. یعنی این ریتم طبیعیشه. دیگه یه سری هستن که چند استعداد دارن و اینا، اونا رو باید جدا کنی. خیلی‌ها اصلا برای اینکه میخوان بیان آلمان مشکلشون اصلا همینه که آیا واقعا بریم آلمان به خاطر زبانش، ولی اونجوری هم که میگن نیست. یعنی خواستن توانستن. آره واقعا میشه. شادترین روز زندگیت توی این آلمان چه روزی بود؟ خب نمیتونم فقط یه روز رو بگم. روزای شادم زیاد داشتم. شاید اولیاش این بود که وقتی که تونستم تابعیت آلمان رو بگیرم، بعد روزی که دخترم به دنیا اومد، اینا جزو شادترین روزای زندگیم بود. عزیزم منم فکر میکنم خب به شاید راست میگه، نمیشه آدم خیلی یه دونه بگه، ولی تو آلمان من فکر میکنم منم روز ازدواجم خب خیلی خوشحال بودم و اینکه خانواده‌ام اومدن اینجا یه جوری واسم خیلی حس خوبی بود که مثلا پیش خودم دارمشون. هر دفعه‌ای که تونستم یه کاری رو انجام بدم، هر دفعه‌ای که تونستم یه مدرکی رو کامل بگیرم، یه درسی رو تموم کنم، یه کار جدیدش رو کنم، هر دفعه که حس می‌کردم با اینکه من اینجا به دنیا نیومدم ولی تونستم در مقایسه با کسی که خودش آلمانی و اینجاست من هم سطح اون باشم، شایدم بهتر، یه حس خوبی بهم میداد. نه اینکه حالا مثلا از طرف بعدش فکر نکنیم، ولی اینکه اوکی شدنیه و من تونستم یه تیکه یه چیزی رو زدم. منامه رانندگی رو مثلا اینجا هم گرفتم، انگار که یه لیستی تهیه کرده بودم و هی اینا رو تیک میزدم، هر دفعه با این تیکا هی خوشحال میشدم. و چقدر اعتماد به نفس آدمو تو چیزای دیگه بالاتر میبره و چقدر آدمو عملگراتر میکنه. آدم میگه خیلی خب من که تونستم از پس این بر بیام، پس از پس اون یکی هم برمیام، از پس اون یکی هم برمیام. غمگین ترین و قصه دارترین روز زندگیت که اینجا خیلی براش گریه کردی کی بود؟ پذیرفته نشدنم در یه دانشگاهی. امتحان دادم برای طراحی صنعتی میخواستم بخونم. بعد اینجوری بود که شما حتی با اینکه آبیتور ایران اینجا نداشته باشی میتونستی درخواست بدی و چیز هنر، دانشگاه هنر اینجا بود، شما میتونی درخواست بدی. بعد اینجوری که به شما یه ایمیلی میدن، یه چجوری بگم، یه کار در خانه میدن، شما این کار انجام بدی، یه چیزی رو تموم کنی بسازی، چون در واقع کار نقاشی کنه، بفرستی براشون. فکر کنم از 6-7 هزار نفر نهایت 100 نفر رو برمیدارن نهایت، یعنی میتونن تا 80 نفر هم بردارن. بعد اون 80 نفر باید دوباره توی دانشگاه امتحان بدن و من جزو اون 100 نفر بودم. تو اونجا امتحانم قبول نشد چون من مدرک آبیتور، یعنی میشه اگه بخوام بگم دیپلم آلمانی رو نداشتم و دلیلشون این بود، یعنی من اونقدر خوب نبودم. یعنی اون روز حس می‌کردم که همه چی واسم، نمیدونم چرا، الان که فکر می‌کنم میگم خیلی چیز بود، ولی اون روز واقعا مثلا همون جلوی دانشگاه که حسم نبود، نشستم همونجا گریه کردم. اون خیلی برام بد بود. یعنی اون روز اون هوا همه چی هنوز تو ذهنمه، انگار یه شکست بزرگ، ولی خب دوباره پا شدم، از اول همه رو انجام دادم. ولی اون روز فکر می‌کنم ولی چه جالب امروز که ازش حرف می‌زنی حتی یه خنده‌ای هم می‌کنه. آره اصلا الان فکر می‌کنم که خب چرا اتفاقا منو یه جوری هول داد که برو جلو، حالا نشد بعدی، ولی خب اون روز خیلی بد بود عزیزم. آره اون روز. خب بریم سراغ این شغل و این فضا و این چیزایی رو که شما دوتا تو آلمان رو انداختین. تو ایران منم آرایشگری رو یاد گرفتم، یعنی یه چند ماه قبل از اینکه بخوام بیام آلمان دوست داشتم که کنار دانشجویی کار کنم و چون من از کوچیکی از 10-12 سالگی همش این کارا رو میکردم، میدیدم، دوست داشتم خودم همش از بدون که یاد بگیرم. بعد دیگه تصمیم گرفتم بیام اینجا، رفتم مدرکش رو گرفتم، یه چند ماه هم کار کردم تو ایران. بعد که اومدم اینجا همش اولین چیزی این که بود من با کار کنم، خب دوست داشتم یه درآمد اینجا داشته باشم. رفتم یه آرایشگاهی، یه خانومی به من معرفی کردن، یه آشنایی، و خیلی هم ممنونم که بهم معرفی کردن واقعا.
رفتم اونجا شروع کردم به کار کردن. من همیشه کنار درس میخوندم، هر کاری میکردم. ویزا رو تبدیل کردی به کاری؟ نه، من اون کارم میکردم، یعنی من هم دانشگاه میرفتم هم کار، چون اجازه کار داری به اون. تو کرونا که شد من به این نتیجه رسیدم که چون خیلی کارم خوب بود تو این حالت، بعد سریع‌تر هم شما به درآمد میرسی تا درست رو تموم کنی بری سر کار. تو کرونا تصمیم گرفتم که این کار رو به صورت جدی انجام بدم، چون خیلی راضی بودم، مشتری‌ها می‌دیدم که نه من میتونم و اون درسی رو که خوندم حالا کار دیگه که کردم و میخوام کنارش یعنی انجام بدم. آرایشگاهی که من توشون کار می‌کردم یه خانم ایرانی بودن که واقعا تو کار زندگیم تو آلمان خیلی تاثیر خوبی واقعا داشتن و ممنونم ازشون. ایرانی بودن ولی خب اینجا همه چیشون رو اینجا انجام، یعنی 40 ساله که آلمان هستن، یعنی اینجا دورشون رو دیدن، ولی خب یه خانم ایرانی هستن. خب اون خانم در واقع چه حسی رو در تو ایجاد کرد؟ چه کمکایی به تو کرد؟ ببین کمکی که اون خانم به من کرد اعتماد به نفس. چون من که اومدم فکر کنم 5 ماه 6 ماه بعد از اینکه اینجا بودم شروع کردم تو اون آرایشگاه، یعنی حتی من زبان، خب شما ایران یاد میگیرید، دیدین دیگه چه جوریه، امتحان میدی قبول میشی، ولی اینکه بخوای تو جامعه حرف بزنی نه اون اعتماد به نفس داری. من بیشتر متوجه میشدم، میخواستم حرف بزنم برام خیلی سخت بود. با این حال منو قبول کردن، یعنی یه جوری که به من اعتماد به نفس دادن که تو میتونی و خیلی چیزا رو من ازشون یاد گرفتم. حتی زبان رو من اونجا خیلی یاد گرفتم، چون اینقدر تو آرایشگاه دیدین صحبت میشه، میره میاد، طرز کار اصلا چقدر فرق میکنه اینجا با ایران. خیلی تاثیر خیلی خوبی داشتن برای من. خب شادی جان، شما بالاخره مستقل شدی. بله. چطوری وارد بازار کار شدی و اون استقلال خودت رو به دست آوردی، چیزی که خیلی برات مهم بود؟ من خب اولش که زبانم کامل خوندم، یعنی تا B1 خوندم در واقع. بعد مجبور بودم که کار کنم، یعنی میخواستم به هر شکلی که از تو خونه نمونم، از خونه برم بیرون. من تقریبا 20 روز توی برگر کینگ کار کردم و اونجا اینقدر اون 20 روز به من سخت گذشت، چون واقعا اونجا دیدم که اینجا اصلا این کار من نیست. من 20 روز بیشتر اونجا دوام نیاوردم و سر 20 روز قراردادم و فسخ کردم. همینطوری تو فکر این بودم که من چه کار کنم اینجا. یه بار داشتم توی یه پاساژی راه میرفتم، دیدم که یه جا نوشته که ما مثلا به آرایشگر احتیاج داریم. با همون زبان دست و پا شکسته خودم رفتم تو و اون خانم، اون دختری که اونجا کار میکرد، فوراً رئیسش رو صدا کرد و رئیسش اومد و به من گفتش که مدارک تو بیا برای مصاحبه. من خودم با ناامیدی رفته بودم، مثلا گفتم حالا یه تیری تو تاریکی باشه، ولی خیلی سورپرایز شدم. گفتش که مثلا فردا بیا واسه مدارک تو بیا به مصاحبه. من فردایش رفتم و همون روز با من قرارداد نوشت. من حتی مدرکم نداشتم. حالا جالبه، مدرک ایران اصلا اینجا قبول فکر کنم نمیکنن، درسته؟ من مدرک ایرانم حتی ترجمه نشده بود، یعنی اصلا من آمادگی نداشتم با اون برم سر کار. اون خانم آلمانی بود یا ایرانی بود؟ آلمانی بود. بعد به من گفتش که بیا. بعد من رفتم روز قرارداد امضا کردم، گفتم ببین مدرک من فارسیه، اصلا هیچی با عکس با مقنعه. گفتش که اشکال نداره، اینو ترجمه کن بعداً برای من بیار. من بعداً ازش پرسیدم، گفتم تو چطوری به من اعتماد کردی؟ اون مدرک اصلا تو از کجا فکر کردی که اون مدرک واقعا مدرک آرایشگری باشه؟ گفتش که من از قیافت خوشم، من فکر کردم این دختر حتی اگه هیچ کاری بلد نباشه فقط اینجا وایس لبخند بزنه برای من کافی. چه بامزه. و اولین روزی که من رفتم، اول فوریه من شروع کردم، اولین مشتری رو به من داد. یعنی اون استرسی که من اون روز کشیدم فکر کنم دیگه هیچ وقت نکشیدم. اولین مشتری به من داد و خودش رفت اون پشت از توی آینه منو نگاه میکرد. من با دست لرزون موی این آقا رو زدم، بعد از توی آینه همش به من اینطوری لایک میده. آفرین. گفتم بابا تو چیکار میکنی با من؟ من از استرس کشتی. گفت نه شادی، همین سختیش همین بود دیگه، میدونم تو بلدی کار کنی. اون به من اعتماد به نفس داد، یعنی اون جرأتی که به من اون خانم داد، اسمش هم مندی بود، خیلی عاشقشم، یعنی خیلی ازش سپاسگزارم. همیشه هم هنوز میرم پیشش، بهش سر میزنم، دلم براش تنگ میشه. اعتماد به نفسی که مندی به من داد هیچ کسی که به من نداد. واقعا ازش ممنونم. یه اتفاقی، یه خاطره خیلی بعدم تو کارم پیش من، حالا نمیدونم به سال شما مربوط میشه یا نه، اون موقع زبان من خیلی بد بود و من به همه همکارم گفته بودم که
شما فکر نکنین که من ناراحت میشم، هر جا اشتباه حرف میزنم لطفا من اصلاح کنین، بذار من یاد بگیرم. یه بار یه خانمی اومد که بیچاره میخواست بره مسافرت، به من گفتش که موهای منو 2 سانت کوتاه کن و من موهاشو 2 سانتی کوتاه کردم. او مای گاد. موهاش خیلی بلند نبود ولی 2 سانت کجا تا 2 سانت بذاری رو سر کجا. یعنی من که این کار کردم خانم گفت وای چی کار کردی؟ من فقط رفتم پشت به من گفتم من بدازم برس، من اصلا ببین چه گندی زدم. اومد اون تفلک بالاخره یه جوری سر هم بندی کرد و خانم رو یه جوری راضی کرد، نه اینم خوبه بلند میشه فلان بسار. یعنی اون روز خیلی ببین هم خب اون به من واقعا اون اعتماد به نفس. آلمانی بود اون مشتری؟ یه خانم سمبالای آلمانی که خیلی هم حساسن، میدونیم من مسافر. بعد اون اعتماد به نفسی که حالا به من برگرد هیچی، من اون پشت رفتم 2 ساعت تو بغلش گریه کردم. شما یه جوری فکر میکنین که خب اون کارم اشتباه انجام نداده بودم، اشتباه فهمیده بودم. یعنی بازم مشکل چالش زبانیه. یعنی شما فکر میکنین که بابا این چه وضعیه، بازم یه اشتباهی دیگه. یعنی یه جوری که واقعا یه شکسته دیگه، شاید یه اتفاق خیلی بزرگ نابخشودنی نباشه ولی آدم توی خودش یکمی یه احساس بدی میگیره. ولی بازم ممنونم از مندی عزیزم که اونجا رو بالاخره سرهم بندی کرد و از اون خانم پول نگرفت و بهش گفت دفعه دیگه هم کوتاهی تو مجانی و بالاخره اونو راضی فرستاد تو خونه. منم بالاخره به منم یه قوت قلبی داد و باعث شد که من بتونم واقعا یعنی بتونم ادامه بدم اون روز. بازار کار این شغل در آلمان چطور هست؟ خوبه. یعنی بازار کارش تو آلمان واقعا خوبه، نمیشه گفت که. شما رو صورت و اینا بیشتر کار میکنید؟ ما کارمون بیشتر کار صورت، بیشتر پرمننت میکاپ، یعنی شما بخواید تتو دائم و حالا کار لیفت موژه و ابرو، یعنی چیزایی که هرچی در صورت در واقع. و این کار اگه خوب باشی که چه بهتر، یعنی باید حداقل یه استانداردهایی داشته باشی، یعنی هر کسی بگه هر کی یاد بگیره و با هر استاندارد اینجا میتونه درآمد خوب داشته باشه، نه من اینو نمیخوام بگم. بسته به این داره که شما اول کجا یاد گرفتی، وسایل از کجا میگیری، یعنی استانداردهای خاص رعایت کنی و سعی کنی که همه چی درست انجام بدی خوبه. خودت رو مهاجر موفقی میدونی یا فکر میکنی موفق نشدی؟ 100% موفقم. آفرین. چون که من خودم این روند رو به رشد خودم رو دیدم، یعنی از وقتی که اومدم با 0 در واقع اومدم و هر بار بهتر شدم. یعنی هی رفته حالا خودم یا تلاش خودم بود یا تشویق اطرافیان بود یا حمایتشون، هر چی که بود، حالا خوششانسی من بود. من با گذشت زمان هیچ وقت خودم رو مثلا فکر نکنم اینجا استاپ کردم یا اینکه دارم رو به عقب میرم. همیشه خودم رو به جلو دیدم و واقعا فکر میکنم به عنوان یه مهاجر موفقم. از نگاه خودم حداقل خودم موفق میبینم. شما؟ منم همینطور. منم فکر میکنم موفقم. یه چیزی که هست آدم باید خودش رو با همونجور که شادی گفت با قبل خودش مقایسه کنه. مقایسه با دیگران هم بالاخره در یه جایگاه خوبه، ولی همین که خودت متوجه میشی که پیشرفت میکنی و نه که فقط خودم الان بگم یا شادی خودش بگه. و ما اینو هی شنیدیم، حتی آلمانیا، من خیلی از آلمانیا اینو شنیدم که واقعا میگن که ما واقعا برامون تعجبه که شما توی این مدت کوتاه به اینجا رسیدین. یعنی اونا هم این مهر تایید زدن که ما داریم میگیم. بهترین خبری که اینجا شنیدی چی بود؟ خب شاید من خبر خوب زیاد شنیدم، حالا شاید الان حضور ذهن نداشته باشم واقعا، ولی یکی از بهترین خبرهایی که شنیدم این بود که خواهرم اینجا پذیرش گرفت بعد از فکر کنم 3 سال و اینا، چون به خاطر کرونا خیلی وقفه افتاده بود بین کارش و بالاخره تونست که پذیرشش رو بگیره و بیاد. چطور اینجا دوست پیدا کردی؟ مثلا کسایی که تازه میان واقعا یکی از چالشاشون به نظر میاد که بابا میخوان تنهایی در بیان، دوست میخوان پیدا کنن و چطوری آدم باید در واقع دوستای پیدا بکنه که بعداً بهاشو نخواد بپردازه، چون بعضی هم هستن وارد زندگی آدم میشن اونطوری که آدم دلش میخواد نیستن.
خب این یه کمی به شخصیت هر فردی هم بستگی داره. من کلا آدمی نبودم که همیشه دور بر من دوست زیاد باشه. تو هر برهه‌ای از زمان یه دونه یا دوتا دوست داشتم. اینجا هم که اومدم اولین دوست من یه خانم ایرانی بود که توی کلاس زبان باهاش آشنا شدم. خیلی خانم نازنینی بودن، هنوزم با من دوستن، هم دختراشون هم خودشون. من با این خانم آشنا شدم. بعدم فکر میکنم از طریق فیسبوک یه دختر دیگه ای بود، اونم هنوز میاد پیش من، هنوزم با هم دوستیم. اونم همشهری من بود، رشتی بود. اونو از توی فیسبوک فکر کنم پیدا کردم، چند بار با هم اون اوایل خب با هم میرفتیم بیرون و میومد پیشم. بعد دیگه خب اونم درسش و اینا زیاد شد، هی روابطمون کمتر شد، ولی واقعا دوستای اول من همینا بودن. بعدش هم که دیگه رفتم سر کار و بعدش هم دیگه با شادی آشنا شدم. در واقع من خیلی آدمی نیستم که بخوام با دوستام خیلی وقت بگذرونم. کلا حالا به این شخصیت من همیشه یه فاصله رو حفظ میکنم. خیلی وقتم رو با دوست زیاد ندارم. میگم تو هر برهه‌ای یکی دو تا انگشت شماره، خیلی دوستی نیستم. شما چطور دوستاتون رو پیدا کردین؟ منم خب اومدم اینجا اولا که تو همکلاسیام، یعنی اونایی که آلمانی و یا حالا خارجی که بودن که تو همکلاسیام بیشتر بودن، و تو هم آرایشگاهی که کار کردم خانم ایرانی که گفتم، نسرین خانم خب خیلی 30 سال 40 سال بود که اینجا زندگی میکردن و یه سری دوستای ایرانی خودشون داشتن و من از طریق نسرین خانم با خیلی آشنا شدم. یعنی خیلی دوستای خوب، آشناهای خوب از طریق نسرین خانم. و حالا شادی برعکس شادی من خیلی دوست دارم، یعنی تو هر زمینه دوست بازی. آره، من تو هر زمینه، هر سنفی دوست دارم. یعنی حالا خب دوستایی که شما خیلی دیگه بهشون نزدیکه خب فرق می‌کنه، اونا به هر حال یه تعدادی هستن که شما انگشت شماره، ولی دوست خیلی دارم و اصلا اینطوری خیلی، یعنی من هیچ وقت اینجا احساس تنهایی نکردم. زنده. خب چند کلمه میگم، میخوام حستو بگی. اوکی. دلتنگی. دلتنگی هست دیگه. دلتنگی چیزی که کاهش نمیشه کرد، به قول شادی بی پایانه، فرقی هم نمیکنه. حالا میتونه دلتنگی خانواده باشه، دلتنگی بقالی سر کوچه باشه، هر دلتنگی میتونه باشه. من فکر میکنم دلتنگی مثل یه سوراخی تو قلب، اصلا پر نمیشه. طبیعت آلمان. هواش که منظورتون نیست. نه، طبیعتش. ببین طبیعت آلمان، من و شادی هر دومون از شمال ایران. اینجا خیلی از نظر طبیعت شبیه شماله، با این تفاوت که خب زمستون و پاییز و بهار اذیت کننده داره دیگه، واقعا سرماش اذیت کننده است، ولی خب طبیعتش خوبه. ما رو خیلی برای ما شبیه شماله. بعد من خیلی برام جالبه که طبیعت اینجا بکره، مثلا پارکاشون دست نمیزنن، یعنی ساختگی نیست، یه جوری خود طبیعت رو کردن پارک، پوشش گیاهی رو حفظ کردن. آره حفظ کردن. دقیقاً. اینش خیلی بر من جالبه. دقیقاً. مادر و پدر. تا شما اشک مادر نرید اشک خودم هم داره در میاد. مادر و پدر خب همیشه دلتنگشونیم دیگه، همیشه دلتنگشونیم. الان توی وقتی هم که مثلا ما الان اینجا هستیم یه شرایطی که هم اونا نمیتونن بیان اینجا، یعنی تحمل اینجا براشون خب واقعا سخته. همین که نمیدونم دیگه، یه جداییه که افتاده کارش هم نمیشه کرد. یه کلمه یه جمله بگم چی بگم؟ پشتیبان. من واقعا پدر مادری داشتم که خیلی پشتیبانم بودن. یعنی من هر نقطه از زندگی میرسم، هر جایی میرسم، هی اونا رو میبینم و مخصوصا مادر. یه مدت تو مونیخ کار میکردم پیش یه خانومی، یه خونه‌ای گرفته بودم که یه اتاقش به من داده بود. من 2 هفته اونجا بودم، داشتم میومدم، یه کادو گرفت
داد به من گفت که اینو بده به مادرت، ازش تشکر کن، چون من میدونم این نتیجه کار مادرته و من اینو بردم ایران. اینقدر مامانم خوشحال شد. دیگه مامان پشتیبان. اشک مارم در آوردی. اداره اطفای خارجی آلمان آوسلند ببرده. همیشه شانس من 5 صبح بعد میرفتم، همیشه هم زمستون بود. واقعا اون وقتا خب البته به سختی الان نبود، ولی من اوایل که چند بار مجبور شدم که هی تمدید بکنم اقامتمو، همیشه میخورد به زمستون و ما بعد 4 صبح میرفتیم دو سرمای منفی 25 درجه صف میموندیم. خب ولی خب خلاصه گذشت. ویزامتریک ویزامتریک که ما زمان ما دیگه نبود. ویزامتریک نه ما مستقیم از سفارت. الان چی؟ ویزامتریک جدیده. من خیلی چالشی با ویزامتریک خودش نداشتم. من خیلی داشتم. خب چالش چی بود؟ من خیلی داشتم، به خاطر خواهرم که میخواست بیاد نمیشد اصلا وقت گرفت. واقعا وقتا اصلا نمیشد وقت گرفت و باید همش یا میخریدی، یعنی الان که میدونم حتی خریدنی هم صفیه، ولی ما فکر میکنم تقریبا 1 ماه اینا درگیر بودیم که براش وقت بگیریم و در نهایت هم یعنی به سختی من و شوهرم با 2 کامپیوتر یعنی تمام وقت داشتیم سعی میکردیم که وقت بگیریم و بالاخره تونستیم براش وقت بگیریم و اینم مامانم هم میخواست بیاد دوباره. مامانم پس فردا میاد. ای خدا. برای مامانم هم میخواستیم وقت بگیریم، بازم به همین ترتیب. یعنی واقعا الان اصلا فکر کنم خیلی ها درگیرن. حالا باز یه کسی مثل مامان من داره میاد که ما رو ببینه، ولی خب خیلی ها هستن که واقعا مجبورن که توی مدت کوتاه خودشون رو برسونن. الان اصلا یه معضل بزرگ واقعا ویزامتریک، اصلا حرفش نزنین دیگه. شکست. من فکر می‌کنم شکست یه دریه برای پیروزی. من خاطره گفتم دیگه واسه همون دانشگاه، یه جوری اگه خودتو نبازی شکست اتفاقا خوبه، قوی میکنه آدمو، یعنی یاد میتونی بگیری خیلی. من شکست رو خیلی کلمه منفی نمیدونم. آره کاملا منفی نمیدونم. شکست حالا نمیدونم شاید اسمش بشه شکست گذاشت نه، ولی به نظرم هر موقع که یه چیزی نمیشه مطمئنا میخوای چیز بهتر بشه. به عنوان کسایی که حالا 10 سال مهاجرت کردین چه پیشنهادی دارید و اینکه چه توصیه خواهرانه‌ای دارید؟ اول از همه زبان. یعنی شما زبانتون که خوب باشه، نمیتونم بگم 10 تا 1000 تا پله جلوتر. یعنی هر چقدر که میتونن زبان ها رو، بستگی داره که کدوم کشور میخوان، زبان اون کشور رو واقعا سعی کنن یاد بگیرن و هر چی بیشتر بلد باشن موفق‌ترن. یکی این و یکی این که واقعا چالش رو بپذیرن، چون اصلا اینجوری که بهشت برین و اینا نیست. هر چقدر که خوبیاشو میبینن خودشون راجع به بدیاش هم مثلا اطلاعاتشو به دست بیارن، برن بپرسن و خودشون آماده کنن. و متاسفانه بخاطر این شرایطی که ایران داره اینجا برای پیشرفت خیلی بهتره. یعنی یه جوری خودشون آماده کنن که میارزه. به غیر از چیزایی که شادی گفت تقلب نکن، شما چه پیشنهادی میکنیم به کسی؟ پیشنهاد من اینه که حالا در ادامه حرف شادی که گفت زبان رو هر چقدرم که توی ایران یاد بگیرین، بازم بیاین اینجا یکی با شما صحبت کنه، شروع کنه به صحبت کردن، شما فکر کنین هیچی نمیفهمین. ناامید نشن، فکر نکنم وای ما هیچی بلد نیستیم. توی محیط همه چیز آروم آروم یاد میگیرن و اینکه خودشونو برای کسی اینجا فرش قرمز برای هیچ خارجی پهن نکرده، توی هیچ کشوری خودشونو برای سختی‌ها آماده کنن، برای جنگیدن. اگه آدمی هستن که توی ایران خیلی موفقن، حالا چه از نظر اجتماعی، مالی، هر چیز، فکر نکنن اینجا ادامه همونجاست. اینجا باید خودشونو آماده کنن و اینکه یه سری از کارا رو از صفر شروع کنن واقعا. و اینکه فکر نکنن که هر کسی که اینجاست داره زندگی خیلی شاهانه‌ای رو تجربه میکنه. اینجا زندگی همه چیز اینجا نرماله. یه زندگی نرمال جریان داره که خیلی از کارا رو هم وقتی که به عنوان یه مهاجر میاین
باید از صفر شروع بکنی. اینا خودشون باید آماده بکنن برای سختی‌ها و جا نزنن، ناامید نشن، فکر نکنن که فلان کسک حالا به اینجا رسیده. این روزای سخت رو همه داشتن، حالا برای بعضیا بیشتر طول کشیده، برای بعضیا کمتر، بعضیا خوش شانسی آوردن، بعضیا نیاوردن، ولی باید بدونن که خودشون رو قوی باید بکنن و این روزا رو بگذرونن، واقعا خودشون رو برای هر چالشی آماده بکنن. سپاسگزارم. مرسی بچه‌ها، واقعا لذت بردم از حرفاتون، یاد گرفتم ازتون و خیلی خیلی ممنونم که در گفتگو با من شرکت کردید. خب دوستای خوبم، خیلی متشکرم که شما هم تا انتهای این گفتگو ما رو همراهی کردید. کانال مهاجران رو سابسکرایب کنید، به دیگران معرفی کنید، گفتگوها رو بفرستید برای بقیه تا بقیه هم از این تجربیات گرانسنگ که واقعا هر کدومش برای هر کدومش زندگی، عمر رفته و تا به اینجا رسیده، شما بتونید از این تجربیات بیشتر استفاده کنید، بقیه بتونن بیشتر استفاده کنن تا بتونن مهاجرت موفق تری داشته باشن، یا اگر که توی مهاجرت هستن بتونن بهترین اتفاقات رو برای خودشون رقم بزنن. مرسی که همراه ما بودید. خدا نگهدار.